امروز 10 اسفند ماه شاهد تجمعات ده‌ها هزار نفره معلمان در بسیاری از شهرهای بزرگ و کوچک کشور بودیم. این تجمعات در تهران، اصفهان، شیراز، یزد، سنندج، کرمانشاه، اهواز، آبادان، مشهد، بندرعباس، بوشهر، قزوین، زنجان، خرم‌آباد، مریوان و سروآباد، جوانرود، کامیاران، پاوه، پیرانشهر، سحردشت، بانه، سقز، میانکو، فسا، زاهدان، ابهر، ارومیه، پاکدشت، قلعه‌گنج، کنگان، دسفول، اندیمش، کهگیلویه و بوعرحمت، سمنان، ایلام، بندر دیلم، شاهرود و بسیاری شهرهای دیگر برپا شد. در تهران، اصفهان و شیراز جمعاً حدود 15,000 نفر و در سراسر کشور ده‌ها هزار نفر در تجمعات امروز شرکت داشتند. معلمان خواهان افزایش حقوقی بالاتر از سطح فقر، حل مسائل مربوط به بیمه و کمک هزینه مسکن، رفع تبعیضات، آزادی تشکل، آزادی معلمان زندانی، پایان دادن به تهدید و تعقیب و دستگیری، استخدام معلمان پیمانی و در یک کلام خواهان یک زندگی انسانی هستند. و در پلاکاردهای مختلفی که در شهرهای مختلف در دست داشتند اعتراض خود به کل وضعیت حاکم را بیان کردند. در این اجتماعات برخی معلمان معترض نیز سخنرانی کردند که با استقبال گرم حاضرین مواجه شدند. قطعنامه‌هایی قرائت کردند و در برخی شهرها شعار دادند. از جمله شعار جالبی در شیراز سر داده شد: معلم فریاد میکنه، رسانه سانسور میکنه. و در تهران خطاب به مقامات شعار میدادند: اگر ما نبودیم تو پشت میز نبودی. تلاش برای به سکوت کشاندن تجمعات امروز عملاً توسط هزاران معلم معترض خنثی شد و معلمان به اشکال مختلف با صدها پلاکارد و سخنرانی و قرائت قطعنامه و با شعار دادن در برخی تجمعات خواسته های خود را بیان کردند. تجمعات امروز بیان اعتراض قدرتمند معلمان بود که مورد پشتیبانی فعال سایر مردم قرار گرفت. در تجمعات امروز پرستاران، کارگران، دانشجویان، بازنشستگان، همسران برخی معلمان و بعضاً محصلین مدارس حضور داشتند و فضایی از اتحاد و همبستگی در میان مزدبگیران کشور ایجاد شده بود. مردمی که شاهد این تجمعات بودند به اشکال مختلف از معلمان حمایت می‌کردند. طبق گزارشی از اصفهان، رانندگان ماشین‌ها بوق می‌زدند و مردم با مشت‌های گره کرده اتحاد خود را با معلمان بیان می‌کردند. مردم اصفهان از ابعاد بزرگ تجمع امروز در این شهر و در سطح کشور ابراز خوشحالی می‌کردند. همزمان بازنشستگان ذوب‌آهن نیز در خیابان نشاط این شهر تجمع بزرگی در اعتراض به حقوق معوقه خود برپا داشتند. حضور زنان معلم در تجمعات امروز معلمان بسیار چشمگیر بود. به دلیل حضور معلمان در این تجمعات برخی مدارس به حالت تعطیل یا نیمه تعطیل درآمد. در تهران تعدادی شعار می‌دادند: معلم زندانی آزاد باید گردد، بداغی آزاد باید گردد. ماموران امنیتی که به طور چشمگیری در اطراف حضور داشتند حدود 12 نفر را دستگیر کردند که مانع گسترش شعارها شوند. مزدوران حکومت در صف تجمعات نیز حضور داشتند تا معلمان را کنترل کنند و مانع شعار دادن بشوند. در پاسخ به یکی از این مزدوران که در مقابل مجلس از مردم میخواست صلوات بفرستند، معلمان گفتند: برای صلوات جمع نشده ایم، آمده ایم اعتراض کنیم و خواسته هایمان را بیان کنیم. پلاکاردهایی در حمایت از خامنه‌ای و برخی شعارهای انحرافی دیگر در ابتدای تجمع در تهران در دست تعدادی از مزدوران بود، اما با افزایش جمعیت مزدوران بساطشان را جمع کردند. حکومت که به دلیل فضای اعتراضی و آمادگی بالای معلمان برای برپایی تجمعات امروز نمیتوانست مانع این اجتماعات شود، از طریق مزدوران خود سعی میکرد این تجمعات را به اشکال دیگری از حالت رزمنده خارج کند. برخی مسئولین صنفی کانون معلمان نیز شعارهای نادرستی مانند ما از فرق مینالیم نه از فقر به تجمع آورده بودند، اما معلمان با پلاکاردهایی هم از فقر بیزاریم هم از فقر جایی برای این نوع شعارها نگذاشتند و با شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد و شعارهایی در حمایت از معلمان زندانی این تشبسات را خنثی کردند و فضای رزمنده و رادیکالی بر این اجتماعات حاکم نمودند. به ویژه حضور جمع‌هایی از کارگران و پرستاران و دانشجویان در این اجتماعات روحیه بالایی به شرکت کنندگان در این اجتماعات داده بود، به طوری که در پایان تظاهرات تهران معلمان اعلام کردند که هفته دیگر نیز دست به تجمع میزنند و در حالی که پلاکاردهایشان را بالا گرفته بودند به طرف مترو راهپیمایی کردند.
اعتراضات مکرر و قدرتمند معلمان در سطح کشور به موازات گسترش اعتراض پرستاران، کارگران مراکز مختلف، بازنشستگان، زنان و جوانان و مردم خوزستان و غیره نشانه برآمد مبارزات توده‌ای علیه اوضاع فلاکتباری است که حکومت مفخر و اسلامی سرمایه‌داران به مردم تحمیل کرده است. زنده باد اتحاد و همبستگی معلمان، پرستاران، کارگران، زنان و دانشجویان. حزب کمونیست کارگری ایران، 10 اسفند 1393، 1 مارس 2015.